روزی روزگاری اوضاع جیب کدخدا بسیار پتالیدندی و نزدیکان همه به فکر چاره افتادندی. کدخدا پول برای طویله آقازاده ها نداریم. پول برای فرستانیدن به روستاهای مجاور نداریدمی. علوفه بیت تمام شده. چه کار بکنیدمندی؟ قال اینقدر نوراک، صبر کن کمی بیندیشمیدمی. آها ببینم، آیا از پولهای اهالی چیزی در صندوق قرض الپسنده فنیتو مانده است؟ آری کدخدا مانده هستندی. همانها را برداشته و خرج اتینا بنمایندی. بله، پول که قلمبا شد اهالی هم ریختن جلوی خانه کدخدا و اعتراض شروع شد. کدی خدایی می کند، ملت گدایی می کند. آهای، کدخدا کجاست؟ بگویید بیایید و جواب بدهندی. کدخدا اینجا نیست. کدخدا همانجاست. اونهاش. مشکلات فنیتو درمان باید گردد، مطالبات مردم اجرا باید گردد. شادوس خودشه، خودتی. برو بابا، مسخرمون کرده. دزد اصلی خودشه، بعد یه جستی میگیره انگار خودش مال باخته است. ای مارموز 7 خط.